سازنده تو اسم میخوام بهت بگم چه ملکایی الان نباید به هیچ عنوان بری سمتشون برای خرید که اگر بخری از خریدت پشیمون میشی. مورد اول واحدایی که متراژشون زیاده، اینا الان خرید و فروششون راکد و فعلا خرید و فروشی داخلش انجام نمیشه. اگر بخری اینا رو شاید یه مدت صبر کنی بعد بفروشی یا حتی با ضرر بفروشی. مورد دوم واحدایی که سال ساختشون از 15 سال به بالا هست، اینا اگر امکاناتشون مثل آسانسور، پارکینگ، انباری اینا دارن فعلا خرید و فروششون کمه ولی بهتر. مورد سوم این که واحدایی که طبقه دوم به بالاه و آسانسور نداره، این واحدا به هیچ عنوان نرین سمتشون چون واقعا از خریدتون پشیمون میشین و هیچکی نمیخره. این پست‌ها حمایت کنین، مراقب پولتون باشین و برای دوستاتون بفرستین که یه وقت خدایی نکرده کسی ضرر نکنه.